مخلصا شهر هستید تماشا کردید. دعا سلام جواب بدید. شاید که حضرت بودن داشت کردی. سلامت باشه حضرت سلامت. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. برادران خیلی عزیز و گرامی، خاندان حاجی بابا همراه فرزندانش، این بیگاه که ما شما را دعوت کردند و بسیار ضیافت خوبی را آماده کردند. الله مهربان هر یک وعده و هر یک ثوابی که در این آمادگی اهل این خاندان وعده کرده است، خدای مهربان در نامه اعمالشون نویسنده گرداند. گذشتگانشون خدای مهربان رحمت و مغفرت، دوام عمر حاجی بابا را همراه کمپیرشون باز هم نیک و خیر و فرزندکاشون خدا از جمعی آفت و بلاها نگهدان باشد و قدوم همه شما در دوستای عزیز برادرای خیلی گرامی خدای مهربان دعا میکنیم که اجر و پاداش نویسد و باز هم اخلاصاتون و محبتاتون به دین خدا زیاد گرداند و هر لغزش و خطاهایی که کردین خداوند با فضل کرمش مغفرت گرداند. برادران خیلی عزیز و گرامی، الله را بسیار بسیار سپاسگزاری میکنیم و بسیار تشکر میکنیم و باید که برادرها همیشه شکرگزاری ها منو بکنیم، زیرا که خدای مهربان گفت است اگر در هر یک نعمتی که من به شما دادم اگر شما شکرگزاریش نکنین من اون نعمت شما میگیرم. از این لحاظ من این نشست میبینم، این جمع میبینم، خدا برکت این قاری های ما را وقتی که برای ما و شما با بهترین لحن وقتی میخوانند مصرع ها را اینجا میبینم برادرها وقتی برای ما و شما موعظه میکنند این جای شکرگزاریه. این جای شکرگزاریه برادر عزیز که گفتی برادر ما و دادر ما قاری ابراهیم که زمان شود که اگر در بین ما یک آدمی که وقتی بگیمش بیا یک کلمه پدری مرا یا مادری مرا بگه وقتی نیابیم این خیلی برادر عزیز مصیبتی کلانه، این خیلی خیلی و خیلی جای دقت جای غمه. الله را سپاسگزاری کن در کار و دعا کن در کار که خدای مهربان برای ما همین نشستای زیبایی که داریم و یا دیگر نصیحت میکنیم یا دیگر مصلحت میتیم خداوند در همین جامعه ما برقرار و بردوام نگهش دارد. من یک سخن حضرت علی را برادران عزیز و گرامی میخواستم برای شما معنا کنم. پیش از آنی که من سخن این حضرت علی را به گوش شما رسانم، همون آیت‌هایی که در سوره نوح آمده بود که حضرت نوح به طرف پروردگار مناجات کرد. چی مناجات کرد؟ قال ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا
فلم یزدهم دعائی الا فرارا و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، حضرت نوح گفت که وقتی که برادران میدونن که چقدر دعوت پیامبرها و مشکلات زیاد ایجاد کردگی، اصلا همین راه دعوت خودش بسیار راهی وزنینه طی کردنش. بسیار کاری وزنینی هست وقتی آدم در راه دعوت میبره، وقتی میخواهد که به مردم سخن خدا را رساند، مشکل طی کردنش. خیلی که حضرت مولوی میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. بلا کش تا لقای او ببینی که مردی بی بلا مردی لقا نیست. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. از آنجا هرچی آید راست آید، تو کج منگر که در کجبین وفا نیست. بله برادران عزیز و گرامی، این راه یک راهی هایی که با جانان رسیدن، با او الله ذوالجلال رسیدن، حضرت میگه بسیار راهی وزنینه، خیلی خیلی راهی وزنینه. این پیامبر نازنین نبی حضرت نوح علیه السلام میگه پروردگارا اینی دعوت قومی لیل و نهارا. الهی مهربان آگاهی داری، میدانی ما شبم خواب نکردیم، میگه روز هم مقصد استراحت نکردیم، بلکه این مردم به سوی تو خواندیم، گفتیم ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. ما این مردم گفتیم که از این بت پرستی و سنگ پرستی و درخت پرستی یک جانی باشیم، الله را عبادت کنیم، از الله بترسیم و الله را اطاعت کنیم. ما همچنان گفتیم پروردگارا، لیکن در عوض این از این مردم ما چی برداشت کردیم؟ ولی خدا شما را برکت یا ما وقتی راست میشیم، شما ذره از طرف شما مقصد یگان، نه به اهمیتی، نه خواب، نه مقصد یگان کار دیگر، بلکه گوشای شما روانه گوش بکنین. قوم حضرت نوح میگه این خیلی نبود. گفت و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. من هر گاهی که این مردم هم میگم که آخه ما الله داریم، ما آفریدگاری داریم، و ما مثال رزاق داریم و عبادت که این مردم انگشتاشون در گوشهاشون میدوزن تا صدای مرا نشنون. واستغشوا ثیابهم، حتی همین جامعه هاشون در روشون میکشن که روی مرا نبینم. اگر همین خیل ناسپاسی در برابر نفر انجام بگیره، آیا اون ناراحت نمیشه؟ بین شکایت داره، مناجات داره، خدایا همین خیل احوال به سر من. حتی در تفسیر همین آیت ها نگاه کردم، میگه وقتی اونش که دیگه قوتی سنگ زدن حضرت نوح را نداشته، میگه بچه اکش دستش میگرفته میورده، میگفته بچه من میرم، لیکن همین آدم هر گاهی که چیزی گفت این سنگ میگیری و میزنیش. لیکن برادران عزیز و گرامی، حقیقتا راه دشوار، راه مشکل، ولی هر کاری که مشکل باشد حقیقتا با پاداش هم بزرگه و یا ثوابش هم بزرگه. بسیار پاداشی بلندی دارد. وقتی که خدای مهربان بگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. وقتی خدا بگه که داعی ها را، دعوتگرا را ما اهل نجات گردانیدیم، اینها مقصد
هیچ مشکلات های اخروی را نمی چشند، خیلی الحمدلله میگوی خدای مهربان شکر این دنیاشو قدر عمری نیست، اینش عمرش کوتاه‌تر در پیش انشاءالله از پیش پروردگارم پاداشای بزرگ میگیرم. برای این الله را ما سپاسگزاری میکنیم برادرای عزیز که همون حضرت نوح با همون قدر دعوت کردگیش تصور کنید که مثال قرآن 1000 سنتین الا 50 عاما میگه. ببینید 1000 سنتین الا 50 عاما، یعنی میگه که 1050 سال حضرت نوح عمر دید. تصور کنین اگر حضرت مثال در 40 سالگیش پیامبر شده باشد، 950 سال دیگه میگه دعوت کردگی. در همین 950 سال برادران الا 50 عاما، یعنی میگه که 1050 سال حضرت نوح عمر دید. تصور کنین اگر حضرت مثال در 40 سالگیش پیامبر شده باشد، 950 سال دیگه میگه دعوت کردگی. در همین 950 سال برادران میگن جمع 12 آدم ایمان آورده. میگه 12 آدم میگه ایمان آورده بوده است. سر 80 سال بین یک نفر آدم و پیامبر گرامیمون در دوام 23 سال الحمدلله وقتی میگه دنیا را پدرود میگفت 120,000 نفر با او پناه با خدا میکرد در دوام 23 سال. و امروز الحمدلله بین که روی عالم در تمام روی دنیا مسلمان زندگی داره. ما الله را سپاسگزاری میکنیم و دعا میکنیم. ما دعامون همین است که خداوند روز به روز عدد مسلمان ما را در روی عالم زیاد کنه. خداوند و هر مشکلات هایی که امروز هست خدای مهربان مشکلات ها را از بالای سرشان دور گرداند. برادر عزیز سخن حضرت علی را خواستم به گوش شما رسانم. حضرت علی را شما میدونید که دست پروری خاندان پیامبرمان بود. ایرا از خوردی پیامبرمان خودش به وای رساندگی، خودش کلام کردگی. و دانیم برادرها که وقتی میگن که از آدمان کلانسال اولین آدم ایمان آوردگی میگه ابوبکر صدیق بود، ولی از زمره بچکای خورد حضرت علی بود که ایمانی با پیامبر آورد. و حضرت علی برادرای عزیز با خصوصیت های خاصی خودش داشت. اگرچه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین هر کدامی به خودش اگر یک خصوصیت خاصی خودش دارن، حضرت علی هم از زمره همونها که اینم حضرت داماد پیامبر بود. داماد پیامبر نازنین ما بود. حتی در جامع ترمذی دیدم حدیث روا خوردم در باب فضیلت حضرت علی میگه که حضرت علی را دوست می‌دارد نفرهایی که مؤمنند و بد می‌بینند نفرهایی که منافقند. پیامبر گفت کسی علی را بد دید دانید که وی منافق است. کسی علی را دوست داشت دانید که وی مؤمن است. و این همون نفری هست که در بگیم نبرد خیبر حضرت اعلام کرد که فردا لیوای بگیم فتوحات در دست کسی میتون که او الله را دوست میداره و الله او را دوست میداره. همه اصحاب میگه شب خواب نکردن. از آن جمله میگه عمر فاروق هم میاره قولش میگه که تا روز من میگه در هیچ چیز میگه این قدر دعا نکرده بودم ای کاش من باشم که نفری که مثال همون گویم که بیرق در دست او داده میشود که او الله را دوست میداره. اینش عجیب نیست، عجیبش اینه که الله او را دوست میداره. میگه سحر وقتی که حضرت
байни мардум набурон гуфт бародартон Али дар куҷоай? гуфтанд Али беморе, чашм дардай. мега ҳазрат ба пеша омадид ки чашмош дард мекунад, оби даҳанша гирифт, мега дар чашмаи ҳазрати Али молиду, мега ҳаму ливора дар дасташ доду. гуфт ки Али гуфт мақсад фатҳи Хайбар, қалъаи Хайбар и ба дасти тай гуфт. то дохили мақсад ҳаму қалъара даромада нагуфт, мақсад ҳар кадомиш ки агар шамшер мекаша нобудш куд. лекин дар дарон ки даромадӣ аввал даъват куд. ҳар касе мусалмон шид мақсад ӯ раҳоӣ меёвад ва касе мусалмон нашид ҷазоша мегирад. ҳамунҷа гуфт ки ҳадисеро ки ла ан яҳдияллоҳа бика раҷулан воҳид хайру лака мин ҳумри наъам. як одамай дастат агар ҳамунҷа сабаби ҳидояти ҳамунҳо шай аз як шутурам ба сӯи Аллоҳи меҳрубон фоидаи ин зиёдтара. як шутуре ки дар роҳи худо, шутури сурхмӯ ки дар роҳи худо ту забҳ мекунӣ, аз ӯда як кас ла илоҳа иллаллоҳ бигӯяд, ин беҳтар ва болотар. ин ҳамо Али ҳаст. ҳоли дар саргузашти ҳазрати Алиам ӯ рӯз як қисса гаридам. мега дарам ҳазрати Алирам бадбинҳош дар замони худаш хилофати хичам бисёр буд. шумо медонед ки дар давоми андаке ки вай хилофат кард, вай бечора дигар аз ҷангҳои байни кашокаши хучон дигар берун. ин тараф ҷанги Ҷамал буд, ин тараф ҷанги бигем Сиффин буд. чӣ қадар талафоти зиёд байни мардуми мусалмон шидагӣ буд. бечора ягон рӯзе ита осудагиро надидай. мега дар як маҳфилам та калон нишастагӣ буд. як ҳадисеро мега баён кард. як нафар мега аз ҳамун қисми поён гуфт мо қатъи паямбар будем, ин суханеро ту мегӯӣ, дурӯғ мегӯӣ. гуфт мо нашунидем ин сухана. мега ӯ аз нафарҳое буд ки бисёр ба Али адоват дошт. мега ҳазрати Али аз инҷа дигар хай ин одам як то замони ҳазрат дар паҳлӯи паямбари нозанин, оё Али чӣ зурушомаи дурӯғ мегӯяд? мега гуфт ки ин дурӯғ нест бародари азиз. ман бо Расулуллоҳ будам. гуфт ман ин сухана аз Расулуллоҳ шунидам. гуфт мо ҳам бо Расулуллоҳ будем, мо нашунидем. гуфт дуо мекунам. гуфт дуо куд. гуфт ман дуо мекунам ки агар ҳамин сухани ман дурӯғ бошад, худоё ҳамин биноии маро бигирад. ва агар ту тӯҳмат кунӣ бар ман, худованд биноии туро бигирад. гуфт дуо кун. дуо кард ҳазрат. худоё гуфт агар ҳамин чиза ман дар ҳаққи паямбар тӯҳмат кунам, худоё биноии ман аз байн бубар. лекин агар ҳамин инсон маро тӯҳмат кардеса бошад, худоё биноиша бигӣ. соҳиби таърих мега то охири маҳфил ҳамун одам айҷош нобино хес мега. то охири маҳфил мега ҳамун одам бинои шайдаст дод мега. албатта ҳо мустаҷобу даъва ҳам будан. охир ин нафарҳое будан, ин аз 10 ёри биҳиштӣ будан. охир инҳоро дар ҳаёт ҳазрат буд. шумо дар ҷаннате. ҳазрат чӣ мегӯяд? бисёр сухандон буданд, бисёр калимо. ман ол як китоб дорам хоса бародарони азиз ва гиромӣ. ҳама суханҳои гӯем ҳазрати Али аст. бисёр суханҳои зебову боҳикматша ҷамъ кардагӣ аст. ҳозир пеша ин суханам як суханаш ба ёдам омад. гуфт ки кун инданноси хайраннос ва кун инданнафси шарраннос ва кун инданноси раҷула минаннос. ҳазрат авин чихел се ҷумлаи бисёр зебо гуфтааст ки дӯст медорам ки нафаре аз шумо вақте дар байни мардумен, аз беҳтаринҳои мардум бошед. ҳаракат кунед ки аз беҳтаринҳои мардум бошед. яъне шумо доим аз мардум ба ахлоқи зеботон фарқ кунед ва боше назди нафси худтон бадтарини мард. дар баробари нафсотон бадтарин бошед. ҳеҷ гоҳ ба нафстон раҳм накунед, ҳеҷ вақт ғами нафстонро нахӯред. ва бошед дар байни мардум нафаре аз мардум. яъне чӣ қадар оддӣ бошед,
خاکسار باشین. یعنی چگونه که اینجا قاری هم برای ما و شما گوشزد کرد، دغدغه و دبدبه و کتگی و این چیزها را گفت، از خودتان دور کنید. این سخنهای بسیار بلند حضرت علی است. حضرت میگه که من لم یکن عنده سنت الله و سنت الرسول و سنت اولیایی فلیس فی یده شیء. میگه که اگر در کدام انسانی سه سنت نباشه، سنت الله، سنت رسول الله و سنت اولیاها یا اولیاء الله ها، اگر این سه سنت در بنده های خدا نباشد، فلیس فی یده شیء، گوش ما هیچ نداریم. اگر این سه سنت در شما باشد، شما همه چیز دارید. قیل ما سنت الله، گفتن حضرت مراد ای سنت الله و سنت رسول و سنت اولیاها. یعنی چی؟ سنت الله چیه که ما باید داشته باشیم؟ گفت کتمان و سیر. سنت الله همین است که همیشه سیرها را پوشیده نگه داشتن در کار. هیچگاه هیچ سیری را باید که ما برادر عزیز یعنی با گوش کسی به نفری باید نرسونیم. هر یک نفر به خودش یک سیر، یک چیزی مخفی داره. همون چیزی مخفی باید آشکار نشود. یک مثال میارم در همین باب. خود همین باب در همین ریاض سالینی که از نام گرفتیم، باب کتمان و سیر گفتگی یک باب داره. در همون جا میگه حضرت عمر وقتی دخترش حفصه وقتی که بیوه شد، میگه یک سنت همین بود که مردم دخترش گپ میزد، میگو بچهای همین دختره که ما قدرت شدگی این سنت های که یکم بچه‌های با توفیق که خداشناس دارین همین دخترک ما بگیرم نیکا کدا بتونش. این پیشتر همین خیل گویم این از سنت های خودمون بود، لیکن آمده گمان های بد پیدا شد. باز این ما بگم من دختر دارم، میگه یگان عیب داره کلونش کیسه او گمان ها اون بد شدگی. دیگر مقصد میگوی از اعلان کردن نکردنش بهتر است. میگه وقتی حفصه میگه بیوه شد، حضرت عمر در حال میگه ابوبکر فریاد کرد، گفت حضرت همین دخترم بیوه شد نمیگیریش؟ اگر امکانت باشه و مقصد خوش بیاین نیکا کدا بتون. میگه حضرت ابوبکر گفت خی کویا فکر کنیم. میگه حضرت عمر سخت غضبناک شد، گفت چیه چرا یو رد میکنن؟ میگه حضرت عثمان گفت عثمان دختر دارم حفصه نمیگیریش؟ گفت حضرت به یک کم ترک اندیشه کنیم. میگه از بین 3 روز گذشت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواستگاری اومدن. حفصه در دختر حضرت عمر در خواستگاری اومدن. در حال حضرت گرو نکاح کرد، حضرت رسول الله حفصه دختر حضرت عمر در نکاحش در آورد. بعد رسول الله نکاح کردن، ابوبکر صدیق و عثمان حضرت عمر فریاد کردند، گفت همون روزی که ما گفتیم که ببینیم، ما حس کردیم که تو بسیار غضبناک شدی، لیکن چند روز پیشتر پیامبر در گرد حفصه گپ میزد، ما نخواستیم که همین سیر آشکار شود. در پیش ما گفته بود که همین حفصه را از حفصه پرسید ما برای نخواستیم که همین سیر کشاده شود. امروز که حضرت نکاح کرد گرفت، این ما برای تو میگیم که حضرت پیشتر هم در برای دخترت گپ میزد. یکی از سنت ها برادرها نگه داشتنی سیر، یعنی هیچ همین چیز مخفی را باید نگه بداریم برادران. دویم گفت سنت رسول. گفتن سنت رسول چی است؟ گفت المدارات بین الناس. ببینین یعنی همیشه با مردم معامله کردن، با مردم مناسبت خوب کردن یکی از سنت های رسول الله است. یعنی هیچگاه باید از مردم خودت جدا نگیری، یا هیچگاه مقصد با مردم معامله درشت زیشت نکنی، زیرا حبیب خدا این کردار را نداشتن. با همه معامله میکردن، حتی به نفرهایی که قبول از دین هم نداشتن، اونها قطعا معامله میکرد.
پس گفت سنت رسول امین است که شما با مردم مناسبت خوب کنین، معامله خوب کنین، مردم خدا را دوست بدارین. گفتن حضرت سنت اولیاش که چیه؟ گفت سنت اولیاها گفت العزا یمات عن الطریق. سنت اولیاء همین است که هر چیزی که با بنده های خدا زیان میارد، ضرر میارد، او را از راه مردم دور کردن یا آزار به مردم خدا ندادن. این سنت اولیاء الله ها یعنی ولی ها، دوستای خدا را سنت چون برادر همین است که با کسی از بنده های خدا باید زیان نرسانیم. بله برادرها، باید ما مسلمان ها از خبر کتابی و از فرموده های بگیم شریعت منمیم که به آزارترین انسان در روی عالم باید مسلمان باشد، باید به آزار باشد، زیرا که دعوت الله و رسولش از ما همین است که ما هیچگاه باید آزار نرسانیم، با کسی آزار ندیم. میگه حضرت عبدالله بچه حضرت عمر نفری را میگه به نام طفیل ابن ابی ابن کعب، میگه دویم دستش میگرفت، میگه که بازار میریم. میومد میگه بازار، همین بازار دو طرف دکان، همین میدرامد میگه السلام علیکم السلام علیکم، میگه تا خیره میرفت. این حضرت طفیل میگه خیلی یک بار رفتیم، دو بار رفتیم، سه بار رفتیم. من میگه گفتم ای حضرت من ببینم تو در همین بازار هیچ چیزی را نمیخری، یگان خرید نداری، او چرا همین یک سلام علیکم در هم کوچه هم میکنیم سلام علیکم، او چی مقصد داری؟ بعد گفت که ای صاحب شکم، این طفیل کم تا شکم دار بوده، میگه گفتش که ای صاحب شکم نشنیده ای که پیامبر گفتن که والذی نفسی بیدی لا تدخل الجنة حتی تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. ببین گفت نشنیدی پیامبر که حدیث مبارک شده چی گفت؟ گفت قسم بر آن خدایی که هستیم در دست او هست، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، جنت فقط آدم ایماندار میدروید، به ایمان جنت نمیرود. بعد چی گفت در دومش پیامبر ما؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ایمانهاتون ایمانهای با باوری را نیست تا زمان یکدیگرتون را دوست ندارید. تا یکدیگر شب بندهای خدا دوست ندارن، ایمانهاتون ایمانهای او تا با باوری را نیست، ایمانهایی که بگیم اکو خیلی پختگی و نور داشتگی، این ایمان شما از او ایمان نیست. بعد در دومش چی گفت؟ گفت که پیامبرمون چی گفت؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. گفت آیا به یک عمل دلالتتون کنم که اگر شما دنبال همون عمل دا باشین بینتون دا محبت پیدا می شود. گفتیم حضرت چیه؟ گفت افشوا السلام بینکم، السلام علیکم السلام علیکم، یعنی در حق یکدیگر گفت و همیشه سلام کنیم با یکدیگر. ببین گفت همین سلام کردن، سلام گفتن، همین در بینتون محبت زیاد میکنن. برادر عزیز وقتی پیامبر نازه این حرکت کرده در بین ما محبت باشد، ما خودمون دعوا کنیم که ما مسلمان، ما دوستدار پیامبر، اگر از عقیب گپی حضرت نباشیم آیا می محبت ما را کسی باور کرده میتونه؟ آیا معنی داره می محبت ما نداره؟ هزار گنج عبادت، شاعر میگه هزار گنج عبادت، هزار خان کرم، ولی ببین هزار اکر، هزارها عبادت، هزارها دسترخوانه پر ناز نعمت، هزار گنج عبادت، هزار خان کرم، هزار طاعت شبها، هزار بیداری، هزار روزه ماه، هزار خلوت سال، قبول حق نشود گر دل بیازاری، قبول حق نشود گر دل بیازاری. هزار عبادت همان، یکی وقتی کسب ما دلازاری هست برادر عزیز میگه قبول حق نشود.
بله درست میگه درست میگه از همه چیزی وزنین برادر عزیز این دلازاری ای این دلازاری ای خدای مهربان توفیق منتیاد که ماها این سنت هایی را که حضرت علی چی سنت الله چی رسول و چی دوستای او را برای ما گوشزد کردن خداوند ما را پیروی این سنت ها گردانه و ما را از زمره همون مؤمن های گرداند که در حیات ما با کسی نه به زبانمون نه به دستمون و نه به اندیشه هامون با کسی از بنده های خدا زیان و ضرر نرسانیم. خداوند ملکامون را تینج کند. خداوند این دردی بگیم خیلی درده که تمام دنیا را در یک تشویش در یک حالت تنگی و در یک حالت بیکاری و بیپولی و به همه حالت آورده رسانده است که این هم قدرت الهی برادر عزیز که به اندک بیماریش میتونست است که تمام کاری روی دنیا را بند کند. این الله را قدرتاش بده است. خدای مهربان دعا کنیم که خداوند از این مشکلات رو روی عالم خلاص گردانه و دنیا را همش تینج کنه و خوب کنه و نیک کنه و الله مهربان بازم مهر ما را محبت های ما را اخلاص های ما را به دین خدا زیاد گردانه. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سلام علیکم.